از من میگیره تا یه لحظه میمونم جغدا تو گوش هم میگن پلنگ زخمی ببین ما فصلی که ما شروع کردیم نگاه ترانه نوری، نگاه دوستانم، نگاه همکارانم، این تیم که تشکیل شد اصلا نگاهمون با موسیقی قبل فرق داشت. مثل جنریشنی که الان هست سبکشون فرق داره. ما موسیقی با زبان عشق اعتراض کردن بود، زبان خشم نبود توش، زبان تحریش کردن مردم نبود، زبان اسلحه به دست گرفتن نبود. و این منو شوک کرد که در جامعه‌ای دارم زندگی میکنم که حتی نمیدونن، مردم عادی نمیدونن پشت چه خبره. همیشه میگم در سیستم قبل بود خیلی مسائل بود انعکاس پیدا نمیکرد، مثل الان که دوره‌ای که الان دوره دیگه است، هر اتفاقی میفته همه میفهمن. اون موقع هم همیشه میگم این رژیم بچه اون رژیمه. عاشقان سرشکسته گذشتند شرمسار ترانه های بی هنگام خیش و کوچه ها بی زمزمه ماند و صدای پا. سربازان شکسته گذشتند خسته بر اسبان تشریح و لته های بیرنگ غروری نگونسار بر نیزه هایشان. تو را چه سود فخر به فلک بر فروختن هنگامی که هر غبار راه لعنت شده نفرینت می کند؟ تو را چه سود از باغ و درخت که با یاسها به داس سخن گفته ای؟ آنجا که قدم برنهاده باشی گیاه از رستن تن میزند، چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی. فغان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود که از فتح قلعه روسپیان باز می آمدند. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد که مادران سیاه پوش، داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد، هنوز از سجاده ها سر بر نگرفتند.